سلام بچه‌ها، من اشکانم. امیدوارم حالتون خوب باشه. نمیخوام زیاد صحبت کنم، میرم سر اصل مطلب. 20 سالمه، 1 متر و 94 قدمه، 79 کیلو هم وزنمه. توی ژنتیکای انسان 3 نوع تیپ بدنی داریم: اکتومورف، مزومورف، اندومورف. بهترین تیپ بدنی که توی اینا میتونیم ببینیم مزومورفا هستن که خیلی زود پیشرفت میکنن. متاسفانه تیپ بدنی که من دارم اکتومورفه. قرار خیلی مسیر سختی رو به پیش داشته باشم. حالا میخوام 365 روز به خودم به صورت نچرال فشار بیارم و سختی بکشم تا به وزن 100 کیلوگرم برسم. کنار اینا خیلی 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 باید حواسم باشه به رژیم، نظم، خواب، تمام کارهایی که باعث پیشرفت من میشه انجام بدم. امیدوارم از این مسیر من لذت ببرید و منو همراهی کنید. برو بریم. صبح ساعت 8 پا شدم. ناشتا یه دونه آب لیمون تازه با آب خوردم، بعد 5 تا سفیده، یه زرده، 2 تا میوه، سیب و موز، یه قاشق کره بادام زمینی. الان ساعت 11. تمرین اول گفتم خب چون نیاز به تمرکز بالا داره، حافظه ذهنی خیلی بالایی میخواد روز پا زدن، گفتم آقا پا شروع کنیم بریم امید خدا دیگه. 365 روز، یه روز رفت مونده 364 روز. برو بریم.
آه صدایی میده. آره بابا یه آدم داشتیم ورزشمون رو ترکم بزنیمش کنیم نمیشه. چنده؟ 50 کیلو میشینی؟ 50 کیلو داری میشینی؟ برو ماشاءالله بیا عالی آفرین برو ماشاءالله قشنگ میشینی آفرین بیا بالا برو دو تا دیگه برو خیلی دیگه برو بیا عالی آفرین ببین خیلی خوب آفرین اصولی باید برنامه‌های بزرگ جایی را چیز نمیگیم خیلی خوب میرفتی بعضی اصلا اینجوری نمیشینن عالی ماشاءالله ماشاءالله این پاهاش هم خوبه ماشاءالله آفرین ماشاءالله برو فیلم برو کمک برو میدی بعد همون لحظه که بزنم میرم برو ماشاءالله ببین هرچی باید می‌دیش بسیار ماشاءالله قشنگ نشستیم و عشق کردم عضله دردی باشی رو
دلیلی طبیعی کار میکنی ها بدون کفش. بچه‌های فیزیک کلاسی. آها حرکت خیاطه. آهنگای تگزاس حال میکنی؟ این مردگان متحرک دمپایی سطح تست بالاست. من برم یه شب آتیش میگیرم یه تو خونه. بچه‌های خسته نباشید میگم به شما. خودم تمرین امروز خیلی خوب بود. یعنی کسایی که با پا شروع میکنن، پای حافظه عضلانی وحشتناک بالایی میخواد، پتانسیل بالایی میخواد. امروز نمیخوام ویدیو رو زیاد طولانی کنم، وعده های غذایی رو اینا رو بزنم، چون امروز باید بمیذاری خریدام انجام بدم و فیله و برنج و این داستانا رو باید بگیرم. الان میرم همون دوش آب یخ رو بگیرم و ویدیو رو همینجا قطع میکنم. لایک کامنت سابسکرایبتون نره، اون دکمه زنگوله هم بزن. ویدیو دیگه از من با خبشید. Let's go.